السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت عزیز، امیدوار هستم که همیشه سر حال باشین. امروز میخواهم چند دقایق روی یکی از ویژگی های صلاح الدین ایوبی بپردازم. صلاح الدین ایوبی تنها یک فرمانده بزرگ نبود، بلکه شخصیتی بود که با ایمان، اخلاق و هدف بلند داشت. یعنی یکی از برجسته ترین ویژگی های صلاح الدین ایوبی بزرگواری و گذشتش بود. ما میبینیم زمانی که بیت المقدس را فتح کرد، برخلاف بسیاری از فرماندهان آن زمان از انتقام جویی خودداری کرد و با مردم رفتار انسانی و کریمانه داشت. همین اخلاق نیک باعث شد که حتی دشمنانش به شخصیت او احترام گذارند. ما از زندگی صلاح الدین ایوبی می آموزیم که قدرت واقعی تنها در پیروزی نظامی نیست، بلکه در اخلاق، عدالت و گذشت ما می باشد. شماها دوستان نهایت عزیز، کدام ویژگی صلاح الدین ایوبی را بیشتر می پسندید و دیدگاه خود را در بخش نظرات بنویسید.